اینجا یک سوال آمده است از زن. با من یک مرد نگاه کرد و تقریبا 2 ماه زندگی کرد و مرا از خانهش راند، اما طلاق نگفت. رو خانه مادرت گفت. وی در روسیه، من در تاجیکستان، یعنی به تاجیکستان گسیل کرده است. آیا طلاق شد بینمان؟ چون که وی مرد بینام و نشان گشت، نمازخوان نبود و من میتوانم که دیگر باره به شوهر برایم. نه، اگر گفته باشد که رو به خانه رو گفته باشد، این طلاق صریح نیست. این نیتی اون مرد پرسیده میشد که چی نیت داشت. اگر رو به خانه رو مقصد این که یک دم تاجیکستان رو یک نیروه ها عصب ها آرام گیرد گفته باشد، با همین مقصد گفته باشد، نمی غلطد طلاق. لیکن اگر مقصدش جدایی باشد، بله، در این حالت یک طلاق می فراید. برای همین نیتی اون مرد پرسیدن لازم است. اینجا در سوال گفته است که بینام و نشان گشت، یعنی که دیگر یافته نمیتواند اون مرد را. در مذهب حنفی اگر 90 سال باید منتظر شود. اینه 90 سال باید منتظر شود که اون مردک پیدا شود، شوهری گم شده. مقصد به هر حال به این سخن، به این گونه فتواها عمل کرده نمیشه در این زمانه، لیکن به هر حال گفتند. خلاصه این کی، یعنی که این حالی معلوم نیست. این زن باید عنیق میکرد وقتی که در همراهی شوهرش در علاقه بود، حالا در روسیه می بود، این را عنیق میکرد که به چی مقصد گفتی. برای آنکه مسئله های نکاح و طلاق بازی نیست. بعضی زنها 11 سال از شوهر جدا زندگی کردن، ولی شوهر هم کرده نمیتونستن. شوهر اولشون طلاق نمیداد. احکام شریعت را آموزید برادران. 2 ساعت 3 ساعت در تیک تاک و در اینستاگرام میشینید، یا مسئله های عادی رو نمیدونید. این رو کسی سوالی طلاق داد، نوشتم که به مفتیات مراجعت کنید. نوشته است که این چی گفته نگاه به مفتیات روید، این چی گفته نگاه نمیدوند عادی ترین سخن ها را. برای همین برادر عزیز، علم آموزیتان. وقتی که مسئله های نازک است، سبک نگیریتان. مسئله های شریعت درجه چندم نگذارید، اهمیت دهید، علم آموزید تا اینکه به سختی و دشواری ها دچار نشوید. والله اعلم.